رسمی پایان کار ساپینتو در استقلال. ریکاردو ساپینتو از هدایت استقلال برکنار شد. پاتریس کارترون یکی از گزینه‌هاست، اما گفته می‌شود شرط او برای حضور ثبات شرایط منطقه و توافقات سیاسی است. سهراب در راه، وریا موقت، قهر خسرو. قرار است سهراب با مدیران استقلال مذاکره کند. برخی منابع از انتخاب وریا غفوری به عنوان مربی موقت برای بازی با مس رفسنجان خبر دادند. موضوعی که ناراحتی خسرو حیدری را به دنبال داشته است. دانیل اسماعیل گونکالوس اخطار پشت اخطار. مدافع راست پرسپولیس در 5 بازی 4 کارت زرد گرفته و از نظر انضباطی شرایط نگران کننده‌ای دارد. عملکرد او مقابل خیبر هم انتقادها را بیشتر کرده است. پاسخ یحیی به استقلال. یحیی گل محمدی پیشنهاد استقلال را رد کرد و گفت پرسپولیسی است و بهتر است آبی‌ها از پیشکسوتان خودشان استفاده کنند. اسمار زیر فشار مدیریتی. نتایج ضعیف پرسپولیس در نیم فصل دوم ادامه دارد. اسمار ویرا از بیانیه تند مدیران و دخالت مشاوران فنی ناراضی است و گفته می شود اختلافات داخلی بالا گرفته است. اسپورتیو و دنیای واقعی ورزش.